بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. خدمت تمام ملت بزرگوار و عزیز و رنج دیده تاجیک در هر جایی که قرار دارند، ملتی که در رنج و سختی هستند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی به فضل و کرم خود تمام مسلمین را که در هر جایی از جهان قرار دارند و در سختی و در مشکلات هستند، الله به فضل و کرم خود مشکلاتشان را حل کند و برایشان صبر و عافیت نصیب کند. دیگه تنها کاری که فعلا از دست ما به ظاهر ساخته است دعا به درگاه رب العالمین هست و همچنین توصیه‌ای که برای برادران تاجیک عزیز خود داشته باشیم که فعلا در مشکلات و سختی هایی طوری که شنیده میشه قرار دارند. وگرنه باید که مسلمین ید واحد باشند که چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. باید که به مشکلات دیگر بشتابند و کوشش کنند که مشکل دیگر را حل کنند. اما متاسفانه امروز شرایط طوری است که بیشتر از همین چیزی که فعلا توضیح میدیم، بیشتر از این فعلا در توان مسلمین نگذاشتند و همچنین مشکلات های درست کردند. در ابتدا به تمام ملت تاجیک باید بگیم که این قانون الهی است که هر ملتی و هر مردمی را، مسلمانان را، مورد آزمایش و امتحان خود قرار میدهد و امتحان الهی موضوعی است ثابت و که در نصوص صریح قرآنی واضح و روشن است و تماما اطلاع دارد. مثلا در سوره مبارکه عنکبوت در اول او به صراحت میبینیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا گمان کردند مردم که رها کرده میشوند به مجردی که بگویند ایمان آوردیم و مورد آزمایش قرار نمیگیرند؟ ولقد فتن الذین من قبلهم، و همانا ما آزمودیم، امتحان کردیم کسانی را که قبل از اینها بودند. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. الله معلوم میکند، مشخص میکند کسانی را که راستگو هستند و کسانی را که دروغگو هستند. الله امتحان را به خاطر چی میگیرد؟ امتحان میگیرد که راستگویانی که از صدق دل ایمان دارند و پایبند به دین الهی هستند معلوم شود و دروغگویان هم معلوم شوند و در امتحان خود چه کسی کامیاب است و چه کسی ناکام است. و همچنین الله تعالی در آیه دیگر میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ما حتما شما را میآزماییم به چیزی از گرسنگی، از ترس و خوف، وحشت و از کمی مال، کمی اولاد. به اینا ما شما را میآزماییم و مژده و بشارت برای صابران بده که برای صابران مژده باد. صابران کی هستند؟ الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. آنانی که وقتی به آنان مصیبتی میرسد میگویند ما از الله هستیم، به سوی الله برمیگردیم. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. آنها کسایی هستند که از جانب پروردگارشان برایشان درود رحمت الهی است، مهربانی از جانب الله بر آنان. اما اینکه این ملت بزرگوار و هر گروه دیگر که وقتی برایشان مشکلی رسید چیکار بکنن؟ در درجه اول استعانت به الله متعال بکنن. الله متعال میفرماید واستعینوا بالصبر والصلاة. در مقابل سختی ها و مشکلات شما استعانت بجویید به الله متعال و به نماز، به صبر ببخشید و به نماز. از صبر کار بگیرین و نماز، دعا و تضرع به درگاه الله بکنین، نماز بخوانین و در نماز خود آرامشی به دست بیارین در رابطه با الله متعال که رابطه‌ای با الله داشته باشید. استعینوا بالصبر والصلاة. از صبر و از نماز کار بگیرید. و بعضی از علما منظور از نماز دعا گرفتن، یعنی دعا و تضرع بکنید. در سوره مبارکه اعراف داریم استعینوا بالله واصبروا. از الله کمک بطلبید و صبر کنید، صبور باشید. و مثل که پیامبر صلی الله علیه و سلم در زیر دیوار خانه کعبه سر مبارکشون گذاشته بود، یکی از اصحاب خباب ابن عرط آمد گفت یا رسول الله، از این مشرکین ما خیلی رنج میبینیم، خیلی سختی میبینیم، کی دیگه میشه پیروزی ما؟ چه وقتی میشه که ما از این رنج و سختی ها نجات پیدا بکنیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود این وعده الهی است، یعنی مفهوم سخنشان که حتما روزی میآید که کاملا مسلمان ها در امنیت میشوند به حدی که یک خانم به تنهایی میتونه از یک شهر تا راه دور بره به مکه، بره از منطقه هیره از طرف یمن بره به طرف مکه و هیچ کس بر او آزاری نرساند. همچنین باز امنیتی خواهد آمد. اما شما عجله میکنید، پس لازم مشکلات و سختی ها
در دینداری و در اینها هست برای انبیا علیهم السلام بوده، مثل یوسف علیه السلام ببینیم به چه سختی هایی گرفتار شد و پدرش یعقوب علیه السلام و بعدا الله تعالی نجات را باز نصیبشان کرد، بالاخره دوره گذشت و در مقابل نعمت های بزرگی را الله به آنان عطا کرد. داستانشان را نقل میکنه تا ما درس بگیریم. پس به این خاطر ناامید نباشیم و صبر و تحمل داشته باشیم. و دیگر اینکه دعا و تضرع به درگاه الله بکنیم. و قال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردگار شما گفت که دعا کنید مرا من اجابت میکنم. و لهذا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین، کسایی که تکبر می‌ورزند از عبادت کردن یعنی از دعای الله متعال به زودی به جهنم خوار و ذلیل داخل خواهند شد. و لهذا در حدیث صحیح داریم که محبوب ترین سفیان الثوری رحمه الله فرموده است محبوب ترین بندگان الله کسی است که از الله خیلی زیاد سوال میکند و خیلی دعا میکند و خیلی تضرع میکند و خصوصا دعا در زمانی قبول میشود که انسان در سختی ها و در مشکلات و در گرفتاری ها قرار داشته باشد. مثل که نوح علیه السلام الله تعالی از ایشان نقل میکند در سوره قمر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، بار اله دعا کرد نوح پروردگار خود را که ای رب من، ای اله من مغلوب هستم، من ضعیف هستم، تو مرا یاری کن، تو مرا کمک کن. لذا این دعا خیلی زیاد بخوانیم انی مغلوب فانتصر، من ضعیف هستم، تو مرا یاری بده، تو مرا کمک بکن. و دیگه اینکه دعا و مشکلات و سختی ها برای این است که انسان ها تضرع و زاری کنند. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا وقتی مشکلات ما برایشان آمد تضرع و زاری به درگاه الله نکردند و قلوبشان سخت شد. لذا در زمان مشکلات و سختی ها به درگاه الله تضرع و زاری بکنیم و یاد خود بیاریم از مسلمانان صدر اسلام، از کسایی که در طول تاریخ اولیای الله متعال صالحین نیکان انبیاء الهی رنج ها و سختی هایی که دیدن. دیگه از جمله کارهایی که انجام بدهیم این است که اسباب را به کار ببندیم. چنین نشه که تنها فقط به دعا و اینها باشه، اسباب مادی را به کار ببندیم. مثل که یعقوب علیه السلام برای فرزندان خود میگه که برید جستجو کنید از یوسف و از برادرش، ولا تیأسوا من روح الله، از رحمت الله ناامید نشوید. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، از رحمت الله ناامید نمیشوند مگر قوم کافر. پس لازم هیچ وقت ناامید نباشید و تلاش و کوشش خود حتما داشته باشین، کار خود ادامه بدین. به توفیق الله سبحانه و تعالی این دوره خواهد گذشت و اسباب و وسائل را به این شکل به کار ببندیم. چیزی که بنده به ذهن من میآید در درجه اول اتفاق و اتحاد و همبستگی داشته باشین و در اونجا که هست همون رهبریت های دینی که دارین در مساجدی که هستین جلساتی داشته باشین و طبق نظر همون رهبرهای دینی که در اونجا هستن کار بکنین، چون اوضاع اونجا را به او اندازه‌ای که اونها درک میکنن و خودشان درک میکنید کسی که بیرون باشه به او اندازه متوجه نمیشه و درک نمیکنه. و لذا ببینید که همون رهبرای دینی اونجا به شما چی توصیه میکنن. به ضمن شورا و امرهم شورا بینهم، کار مسلمین مشورت است در بینشان، بر اساس شورا و مشورت و گفتگو با یکدیگر مشکلات حل کنین طبق نظر همون رهبرهای دینی درستی که دارین که بر صراط مستقیم هستن، بر راه راست هستن، با اونها ارتباط داشته باشید. و دیگه کوشش کنن خواهرانی که در بیرون مورد اذیت و آزار قرار میگیرن تا حد توان بدون ضرورت از خانه بیرون نشوند و کوشش کنن که خود را در معرض این قرار ندن که حد حرمت بشوند و به اونها توهینی صورت بگیرند. و برادران کوشش کنن که طبق همون مشوره هایی که اونجا صورت میگیره همون مشوره ها به کار ببندن، ثبات و استقامت داشته باشن و راهکارهایی که اونجا رهبرهایشان علمایشان برایشان میده به حد که به چه طریق در مقابل این مشکلات صبر کنن، استقامت کنن و چه کارهایی را انجام بدن که این مصیبت از اونها دور بشه، طبق همون نظریات کار را انجام بدن و وظایف خود را اجرا بکنن. الله سبحانه و تعالی به فضل و کرم خود همه شما ملت مسلمان را حفظ کند و در پناه خود داشته باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.